الان آموزش نانجاک پیچیدن. دوستان توجه کنید سنگ‌ها رو اینجوری آرام آرام میذاری روش، بعد شروع می‌کنیم به هم زدن مواد که با سنگات هم این سنگات هم احسن میشه. هم لنت بعد جمعش میکنه. مثلا چون من موقعیت ندارم نایلون رو قیچی کنم، خب مجبورم برش کردم به خود چیز. سعی نکنید نانجا فشار فقط در حدی نگهش دارین که دو تا اینجوری بخوره بهش دیگه دلت قشنگ با خیال راحت بپیچین روش. استرس ترکیدنی هم نداشته باشین ولی فشار ندینش. توجه کنیم که موقعی که کل این لنت رو زدیم تمام شد رفت، همه جای نانجا رو چک کنید که خالی نمونده باشه، یعنی همه جاش پر شده باشه از لنت، یعنی جاش خالی نباشه که احتمال ترکیب نکنه میاره پایین. این هم نانجا